راز بقا سیکرت بقا قدرت آقا کانگورو از گونه کانگوروهای گولاخ گواتمالا به شمار مستر قدرت کانگورو and the very گولاخ and the photogenic in the گواتمالا. قدرت آقا کانگورو روی عضلات کول، سرشانه و پشت بازوی خود بسیار کار کرده و خود را کاملا برای مسابقات 2017 بادی کلاسیک گواتمالا آماده کرد. مستر قدرت ماسل پشت بازون سرشاننده The Gold Beautiful Tournament Body Classic in the گواتمالا. ادعی از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که اگر او روی عضلات سینه و سیسپک های خود نیز کار کند میتواند بعد از آرنولد شوارزنگر روی سکوی قهرمانی بایستد. Mr. Kangaroo and the muscle six pack on Cena powerlifting after Arnold Schwarzenegger in the name of God Guatemala. راز بقا مال گواتمالایی به زور و زحمت و تلاش فراوان سعی دارد تخم پرنده بومی را در حلقام خود فرو کند. The snake زورچپان the throwing تخمینگ the حلقم. به علت علاقه فراوان این گونه مار به تخم پرندگان به این گونه مار تخمی نیست میگویند. The favorite egg is named snake is تخمی snake. هر لحظه امکان پرگی دریچه آورت مار تخمی وجود دارد. تخمی snake the fact up and the parring دریچه آور. مار تخمی با اسید مهدی خود تخم را به املتی کثیف تبدیل کرده و پسماندان را همچون تگری اوق میزد. مثل کوکینگ آملت کثیف and تگرینگ بلیب بلاسه بقا سیکرت بقا. در گواتمالا گربه ها بازی های بسیاری را با یکدیگر انجام میدند. Guatemalan cats on the very playing in the game. از گونه این بازی ها می توان به هر کی تک بیاره، هر کی وان بیاره، سنگ، کاغذ قیچی، stone paper and قیچی، دودو اسکاچی، خدا منو نندازی نیز اشاره کرد. And دودو اسکاچی God please منو نندازی games. این گونه بازی ها تنها میان گربه های گواتمالا رواج دارند. The ravaging the games everybody Guatemalan cats. اما آنها همان گونه که با یکدیگر بازی میکنند گاهی با یکدیگر درگیر نیز میشوند. The attack and combat the cats. گربه مشکرنج برای دفاع از خود فن عبدالیاچگی بروسلی را اجرا میکنند. عبدالیاچگی بروسلی fans please don't try at home. بقا سیکرت بقا مجید نامی آشنا میان گربه‌سان. His name is Majid, name is famous everybody cats. مجید ها گربه هایی باهوش اما نادان به شمار می روند. مجید cats because 50-50 احمقند باهوش. مجید چندی پیش با رفیقهای ناباب خود محسن و کامبیز فسق و فجور کرده و همکنون فاز پلنگ را گرفت. مجید فرندز محسن and کامبیز very نابابند و توهمند فسق و فجور. او در حال حاضر خود را پلنگی چالاک و کفترهای چای را دسته بوفالو میپندارد. توهمز پانتر و کفتر جویند بوفالو. مجید به محسن و کامبیز قول داده که دست خالی پیش آنها نرود. احسنتم مجید انت معلم. فالأسرارة بقا وغاب أخريتنا الإذافيهم ولغماهم بذكتر الجحان واشتباههم عبو ذكوية الكبيرة فلا جدخلة الثمور. لا إله إلا الله والله أكبر. وغاب تشمونهم ودحنش سيرفيزة بشدة جدا. أمنعهم أغاب بدرجتون الاجتهاد بشدة جدا. هذا في الخامس الرابع الجراءة الناحية العاذا شديدا وكجكولاهم ستونة الفقرات. أحسنتم وزة الكوهي انت معلم. ماده شیری در آن سمت توجه شیر نر را جلب کرده. Oh my
my gosh, amazing. Fucked up the lion. شیر نر آنقدر هیز به ماده شیر نگاه می کند که حد فاصله میان خشکی و آب را گم می کند. Lion man the very is and خشک and water قاطیماتی. رفیق او شیرکامبیز خان هم او را حمایت کرده که بیش از این میان اعضای کله ضایع نشود. A best friend کامبیز خان the حمایتینگ. پژوهشگران با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته ضبط صدای او را قبل از افتادن ضبط کردند. جون چه پلنگ دافی کامبیز. کامبیز help me. Arkadaş, bunlar secret bağa da kanaldan Turkish'ten İstanbul. Bağışlarım. Dəqiqən bilmirəm, bunlar bizini kəftər də, şoğal da, laşxur da, ya eşek kimin vəhşi də, səqi vəhşi də, bilmirəm. Amma hər nəmunəsi də çoxdan vəhşidir. Hamısın mühümdər də xəstədir, çoxdan xəstədir. با دقت səsin qulaq as, nə qəd gələk sözü var, hamızatda gələyədir. Pəjvişgərən deyrin elləti sizi ərbədirləri bunlar zabanbəstə, girəni də sükət edirlər də. Hala bunlar nə rəbti var be heyvanat, Allahu aləm, sükəndən dolar keşdən valla, xərquşdan yoxumuz, bozugusvandan yoxumuz, heç zat pox da yoxumuz bəndə xoda kuft elə, hey ahunalə sər elədə. Müqəssir hamızat girəni də Amerikada İsraildir, hə? Rası, bağı, bəqəx. Excuse me. حیات وحش هم خر در خر شده و زنجیره غذایی حیوانات در هم شکسته. حیات وحش very dengue under the dengue. تا کنون گمان میکردیم سنجاب ها موجودات کوکولی مگولی هستند که تنها از فندق و بلوط تغذیه میکنند. اما سنجاب ها پدر سوخته تر از آنچه که گمان میکردید به شمار میروند. تیم نشنال جغرافی اکوسیستم این سنجاب را تحت نظر گرفت. او ابتدا تعدادی بلوط را برای ردگم کنی در حفره اجازه یک موش را خفت کرد، سرش را همچون کفتاری درنده از بدنش جدا کرده و حالا هم مشغول زدن دل، قلوه، خوک و خوشگوشته. موش تمام فانتزی هایی که از پسر شجاع و پدرش داشتم به خاک رفت. فالعسرارتون این دسخوات أبقى این بلح في الأسارة الجزيرة المتروك این بلح in the islands encounters فالثغيرة جزيرة وعسيرة تنحاح بشدة جدا in the Tagatan small islands the impala الله أكبر كروكوديلة كبيرة فيادهم شياد المخوفة الخفشناك رعب وحشتية الخطرناك تحت نظرهم فايدة الإمبالة. Oh my gosh, in the name of God, crocodile in the very dangerous. إمبالة اثبت نيتروجينة الليد فرسبيدة الفعال وفرارهم في الدسة السياد. لا في العصبة العابية العزيمة الجثة الكبيرة في الفاجة العظماء البشرية ستاي وحام في الشادية روة المرحوم كروكوديلة الإمبلاح فاتحة الوصل. In the name of God. ترش مطري وتفشفش أشكر الجوع خلى عدو الكنحج ماده خرس گریزلی به همراه طوله خود قصد عبور از منطقه سبل العبور و برفی در یکی از رشته کوههای گواتمالا را دارند. طوله خرس تمام تلاش خود را کرده تا خود را به مادر برساند، اما چکر میکنی طول خرس از ارتفاعی بسیار بلند به خاک رفت. طول خرس به خاک رفته از اول شروع می کند تا خود را به مادر برساند. پژوهشگران پی بردند طول خرس شباهت بسیار زیادی به جک و جیم بچه های کوه آلپ که کارتونی متعلق به دهه 60 می باشد دارند. راست با
بسم الله الرحمن الرحیم. قیافه رو سوالی که ذهن همگان را درگیر خود کرده است، آیا جن وجود دارد؟ The gender parent monastery really طبق گفته های علمی و دینی، جنها هزاران سال پیش از خلقت بشر از آتش خلق شدند. بر اساس تحقیقات پژوهشگران ماوراءالطبیعه، تمامی جنها، شیاطین و هیوله های ناشناخته با دیدن این موجود از کره زمین به مریخ مادامی که با این موجود هولناک رو در رو شدید، کلمه بسم الله دیگر افاقه‌ای ندارد. ماهیتابه‌ای در دست گرفته و به سمت او یورش ببرید. In the name of God, not تاثیر attacking the ماهیتابه evil devil zombie منبع monster فی الاسرارتون جود مليا بنجوان فالمصرفة العسيد سلفوليك عبال بينهم على خشالية البسورة المكررة متعسفان عوارض جانبيهم مصرفة العسيد سلفوليك الجبران بازيرهم بشدة جدا البنجوان تحت تأثير المصرف فاسفانتزية العمو بورنج كي أزحامح بيوتيفول علمن من كي أزحامح قشنكرح انت معلم. هذا شو مخفية فيما عندهم عمليات انتحارية الداعش بدفن نعمتم ضد الرئيس أبو بكر البغدادي. لا إله إلا الله والله أكبر. انت معلم. چطوری؟ ایرانی؟ رازه باغو جوجه غاز وحشی برای اولین بار قصد پریدن از یکی از مرتفع ترین رشته‌کوه‌های گواتمالا را دارد. مقداری از پرها و پشمای جوجه غاز از ترس فراوان قبل از پریدن می‌ریزد. ارتفاع بسیار زیاد تا نزدیکی 1000 پا باعث می شود جوجه غاز زمان بیشتری را در هوا سیر کند تا به زمین برسد. 100 foot in the air the very طولانی. Oh my gosh, the fact that baby chicken. متاسفانه جوجه غاز میان زمین و هوا تبدیل به کتلت شد. Baby chicken the cutlet. اما او بسیار خرشانس بوده و سالمی In the name of God, very danky chance of father سخته. رازه باغو In the secret بگه. شیر نر ماده پلنگی را در دور دست ها تحت نظر گرفته تا در موقعیتی مناسب به دور از چشمان همسرش ماده شیر به پلنگ شماره تلفن بده. Lion knocking the panther and phone number قفل in the wife. شیر نر کاملا بر روی ماده پلنگ قفلی زده است. Looking like the mother panthers and قفلینگ. بی خبر از آن که همسرش آهسته آهسته از پشت سر به او نزدیک و نزدیکتر می شود. بله خدا I don't know the wife پشت سر. لحظه بدبختی و مچگیری شیر نر فرا رسیده است. In the very بدبخند مچگیرینگ. طبق گفته بومیان گواتمالا، شیر نر از آن روز به بعد به جای شکار بوفالو در خانه لوبیا سبز پاک می کند. In the beach I were hunting buffalo, at home packing green lubia. رازه باغو and secret بگه. اسکل منقار تخمی، پرنده نادر برو به انقراض که شباهت بسیاری به گونه های مشابه خود در عصر ژوراسیک دارد. نشست منقار تخمی در شباهت در ژوراسیک به علت زائده تخم مرغ مانندی که روی منقار این پرنده وجود دارد، پژوهشگران نام منقار تخمی را برای این گونه مناسب دیده و آن را به ثبت رساندند. دست خراب تخم مرغ تنها 85 اسکل منقار تخمی باقی مانده که زیستگاه آنها هم در جنوب شرقی گواتمالا می باشد. 85 انگرازیشن لایف اینست گواتمالا. اسکل‌ها ابتدا غذا را در لوز المعده خود جاساز کرده و سپس آن را برای جوجه های خود اوقه می زند. جاسازینگ در لوز المعده. Run.